بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین وایک، سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. اسحاق زاید در خدمت شماست. این عصر ما قرار است که بزرگترین سولار سیستم زون شمال به تصویر بکشیم. در دروازه بلخ، تقریبا روبروی بلخ مارکت، درزاب مارکت، مرادی سولار سیستم، یکی از سولار فروش های مشهور و با سابقه مزار شریف، ای که چه نوع سولار وارد میکند، با چه نوع گارانتی و چه نوع خدمات برای نصب سولار ارائه میکنند. در این گزارش با ما باشید. از همتون خواهش میکنم که یوتیوب چنل ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را فشار بدید. رفتیم بخیر. خب دوستان عزیز، بین پیش یک از وطندارای عزیز ما در رابطه قاری مرادی سولار سیستم از اونها پرسان بکنیم که آدرس دقیقشان کجاست. سلام علیکم. سلام علیکم و الله. خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ خیراتی است؟ شب روز بخیر میگذره؟ زنده باشید. شما چه حال؟ تشکر، سلامت، زنده. چطور است نمره فروشات؟ شکر فضل خدا خیلی خوب هستم. خوب است؟ شکر. نامتون؟ اسم مدیر نقیب الله است، مدیر مرادی سولار سیستم نمبر 1 دیگه. نمیجا است مصرف؟ بله، مصرف همین کار هستیم. اینجا که از دکان پرچون ماست. این پرچون است؟ بله، این پرچون است. خب یعنی به این معنی است که عمده جای دیگه است؟ عمده بله داریم. عمده ما قاری صاحب غلام نبی مرادی هم منزل 2 با دفتر هستن. عمده ما اونجا هستن. بله، خودشون هم تشریف دارن. ان شاء الله شما را راهنمایی میکنیم. ان شاء الله پیش میریم. پس اینجا چیزای کاملا پرزه فروشی است. بله، خردریز یعنی پرچون اینجا پرچون است. بله، عمده بالاست. بسیار تشکر. قربانتون. رفتیم. میریم بالا پیش قاری صاحب و سوالاتی که در رابطه با سولار داریم حتما از قاری صاحب پرسان میکنیم و جوابش هم حتما شما میشنوین. رفتیم بخیر. بیا بخیر. خب دوستان عزیز، در ابتدای برنامه گفتیم که ما با یکی از بزرگترین سولار فروشی زون شمال کشور آمدیم. این که واقعا بزرگ است یا نیست، با یکی از مسئول عمومیشان معرفی میشیم و سوالاتی که در ذهن دارم حتما جوابش از ایشان میگیریم. قاری صاحب محترم، السلام علیکم. مرور خوب هستین؟ خوب هستین؟ شما خوب خیراتی است؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ داریم؟ بخیر هستین؟ سلامت. مسافر شما آمدین؟ تشکر، سلامت. زنده خیر خیراتی است؟ عافیت دارین؟ بخیر ان شاء الله. سلامت و با عزت باشین. مهربانی. خوب هستین ان شاء الله؟ خوش هستم که دوباره شما رو میبینم. با عزت باشین. تشکر فراوان. شما خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت، زنده باشین. ما خب با تمام مهمانان شما رو میشناسم، اما چه خوب است از که امیررضا ما شما رو میبینه، با اینا یک معرفی داشته باشیم. نام مکمل شما؟ قربان شما. بنده قاری غلام نبی مرادی هستم. مالک امی مرادی سولار سیستم نمبر 1. نمبر 1. قربان شما. قاری صاحب برای ما بگین که چند سال پیش شروع کردین، چگونه این انگیزه خلق شد و نام خدا امروز با یکی از بزرگترین مرکز سولار فروشی زون شمال رسیدین. این مطمئن هستم که پستی ها و بلندی های خود دارن. می قصه بکنین که از کجا امی انگیزه در ذهنتان آمد؟ قربان شما، سلامت باشین، با عزت باشین. تقریبا شاید حدود 17 سال میشه که ما 17 سال میشه که این کار سولار شروع کردیم. اما انگیزه را شما گفتین. ما خانگی که خورترک در ابتدای زندگی خوش بعد از یعنی ازدواج دیگه خوش خواستیم یک خانگاه جور بکنیم. خانه را که جور کردیم با تصمیم گرفتیم، شنیدیم که پنل‌های خورشیدی آمده، برای خانه هم تو یک سولار بگیریم. مزار شریف آمدیم، وقتا کاروباری پرزه فروشی موتر و چیزا را میکردیم در منطقه جایی که نام سولار اصلا نبود. بارک الله. ولایت سرپل، ولسوالی سنچرک. اینا همون اعتبار آمدیم. قربان اونجا دیگه با اجازهتون آمدیم یک پنل سولاری همراه باتری و چیزاش گرفته رفتیم، گفتیم که بیا میره سیستم بکنیم. اما بعد باعث شد که خب کار داد، باز بعضی دوستا از ما تقاضا کرد برای ما خریداری بکن. کم کم این باعث شد که یک 4-5 تا برای از اونا ببریم و خلاصه همین گپ باعث شد که ما سولار فروش شویم. تقریبا در منطقه خود ولایت سرپل، ولسوالی سنچرک، تقریبا اونجا
10 سال تقریبا اونجا دکانداری کردیم. اونجا بودیم؟ بله اونجا بودیم. دیگه باز کم کم آمدیم مزار شریف. اینجا کاروبار کردیم. اینم گفته شما اینمی پشتیکاری بود و زحمت و تلاش خواهر هر کاری که همین زحمت بکشه تلاش بکنیم بالاخره نتیجهش معلوم میشه دیگه، به نتیجه میرسیم. ان شاء الله خدا رو شکر فعلا به نتیجه رسیدیم دیگه. الهی شکر. ما قاری صاحب محترم همین چشم به سولارای میخوره که واقعا در رابطه با ازونه اصلا ما خودش معلومات ندارم و مسلک هم نیست. چون خب اگر برای وطندارای عزیزم که واقعا به سولار ضرورت دارن برای از اونا تشریح بدین که این سولارا چند نوع سولار شما وارد میکنین، از کجا وارد میکنین، چگونه هست، مثلا نصبش برای کسایی که مثلا ما از شما یک سولار میخریم، شما از خود یک انجینر دارین، اونا رو روان میکنین، در کدام ولایت ها روان میکنین. این موضوعاتی که واقعا مردم ضرورت دارن از شما بشنون و اینا اگر پاسخ را بکنین. ما واقعا کجا روان میکنین گفتین زیادتر ولایت های شمال کشور، زون شمال از ما خریداری میکنن. ما این طرف تا قندوز و بدخشان و تخار خدمات داریم، این طرف تا سرپول و انخوی و تا فریاب سرپول مثلا جوزجان اینا دیگه. ما خدمات اول برای مشتریان رو بگیم هر جایی که رای میکنیم خدمات از طرف ما نسبت به یک تفاوت کار ما هست نسبت به دیگه دکاندارا. مثلا چه تفاوت است؟ یک تفاوتی هست که از ما هر برادری که هر وطنداری که خریداری میکنه خدمات از ما رایگان است که خدمات انجینری، حتی خدماتی پس از فروش تا 1 سال رایگان است. تا 1 سال؟ تا 1 سال رایگان است که هر مشکلاتی اگر خدای نکرده کار برق است پیش میشه از طرف ما رایگان انجام میشه. دیگه پنل‌های خورشیدی کدامش یعنی خوب هست زیاد فعلا مردم خریدارش هست خریداری میکنه او خوب به اطمینان ما خریداری میکنه. مشتری همین رقمی که شما گفتین ما آگاهی نداریم. اکثر دوستا اکثر مشتری ها که پیش ما میان واقعا اونا آگاهی ندارن. هر اون چیزی را که دکاندار برش بفروشه مجبور است اعتماد بکنه. بله. که چون همین یک منبع اعتماد برش معلوم میشه. ولی ما کوشش میکنیم هر اون جنسی که یعنی نوآوری باشه چیزی اما برندی اصلی باشه ما امور برای مشتری پیشنهاد میکنیم. زیادتر سولارا فعلا از 550 تا 1-2 سال پیش خوب فروشات بود، حالا 750 و 850 ولی تا 1-3-4 ماه پیش 750 بود باز 850 را ما آوردیم. همین حالی برای مشتری ها یک مجدگانی میتیم که ما سولارای 950 را آوردیم. 950 زیادتر دکاندارا ایرم یک اشاره برای شما بکنم برای مشتری ها برای دکاندارا میگم در گوش مشتری ها دکاندارا برسه. همین که ما برای مشتری میگیم ما سولاری 850 هست باز مشتری کل بازار میگرده باز یک دکاندار نه 10 دکاندار مخالفت میکنه میگه سولاری 850 نیست. باز ما میگیم پیش مرادی سولار است بگو. حالا 950 است 850 رو طرف بالین. این حالی باز ما برای مشتری ها مخصوصا برای یگان دکاندارایی که نکنن خرابی بگن که ما میگیم 950 هست. 950 باز مشتری را اطمینان میتیم. باز همی که مشتری قبول نمیکنه باور نمیکنه باز میگیم خونه ولت امپیر بکن اگر زیاد نمیشه خب هم یزیم خشک بره طول بکن وزن خو میفهمه باز مشتری قانع میشه. بسیار سودای ما را انقریب است که یگان دکاندارا دوستا خراب بکنن متاسفانه اما باز این باعث میشه که باز ما میگیم خواهی تو قد و اندازه و متر و میل چیز بکن زیاد نشد وزن و طول بکن باز مشتری قانع میشه بعد اما سودای ما برگشت نمیخوره. ولی من همین خواهش دارم از مشتری ها بله ان شاء الله همین رقمی که با اعتماد دفتر ما میه به خریداری سولار اما رقمی که با اعتماد ما که گفتیم خدمات تا 1 سال رایگان اما تو برشان گارانتی هم میتیم که هر آن چیزی را که به بیل ذکر میکنیم اما تو یک چیز 100% عمل میکنیم ان شاء الله العزیز. این حال فعلا یک مجدگانی هم بود که سولار 950 وات کجا است میره با تصویر بکشم خالص واسه میشه اس یعنی عملی نشابتیم خوب نیست بسیار گپی نیک است بسیار گپی نیک بر علاوه که 850 جناب قاری صاحب ارائه کردن برای شما 950 هم آمده. حالا من نمیشناسم که کدامش است چه خوب است ایشان معرفی بکنه کدامش است. مهربان صاحب این طرف است اینجا خوبه داخل با نگفتن من که جناب قاری صاحب یک دالیز یک جای خیلی بزرگ برای چیدن سولار داره و انقریب چند ماه بعد یا چند روز بعد بخیر افتتاح میشه پشت سر گفتم. ایران تقریبا 10 الی 15 روز همین دیوار که هست پشت سر همین دیوار پشت همین سر همین دیوار تقریبا 17 متر درازی از این می باشه 8 الی 9 متر برش می باشه. یک نمایشگاه فوق العاده
بخیر جور میشه با همین جایی که چیزی که سولار داریم. ما به علاوه همین دکان ما دیگه دکان هم داریم. مارکت سلطان زاده یک دکان خیلی بزرگ داریم، دیگه ما گدام هم داریم. منتها خو نمایشگاه برای اولین بار در مزار شیبر از برکت شما باشه. یک نمایشگاه فوق العاده سولار به میجا جور میکنیم، بزرگترین نمایشگاه میشه که هر مشتریایی که هم خواستن به دیدنش بیان هم خواستن برای خریدارش. سولار 950 وات شما گفتین به تاثیر بکش. من یک دونه سولار از رویش نه این طرف بکنم. این سولار 950 وات است. این طرفی همکارم خودت 950 وات است. بعد من همین پیشتر برای شما گفتم میگن مشتری اگر اعتماد نمیکنه، یگان دکاندارایی که زیاد میخواد رد بکنه گپ، قدش 2 متر 60 سانتی متر است. 2 متر 60 سانتی ارتفاعش. 1 متر 30 سانتی برش است. 1 متر 30 سانتی هم برش است. باز این نه در کش کردن دراز میشه. کشیدن میشه خوب کش کنه. نه در گفتن کم میشه. کم میشه. بله. 18 خط است. باز این با 25 سال وارنتی است. 25 سال. 25 سال وارنتی است. ما برای مشتریا اما دبیل ذکر میکنیم، نوشته میکنیم 10 سال گارانتی میتیم. یعنی همین سولار غیر شکستن هر عارضی بکنه بنده جوابگو است. توان جواب گفتن هم ان شاء الله العزیز 100% داریم. اگر یک مشتری از ما میخره 10 تخته سولار، 12 تخته الی 18 تخته، ولو که 100 تخته یک مشتری هم خریداری بکنه، اگر خدای نکرده تا 10 سال براش مشکل پیدا شه 100% جوابگو هستیم. پس فعلا بزرگترین سایز تولیدش امین 950 وات است که در مزار شیرین خوشبختانه شما داریم. ما داریم فضل احسان خداوند. 850 وات بود تا یک عالی هم داریم. اینم فعلا اینم 950 وات فعلا موجود ما داریم. 950 وات موجود است. 950 وات موجود هست. این تو هم یک مجدگان دیگه هم در مشتری‌ها بودیم. زیاد جای بسیار مهم است. کسایی که بلاگ نشین هستن، کسایی که بلاگ دارن، کسایی که یگان پروژه چیز داره سیستم میکنن، جایش خیلی مهم است. همین سولار 950 وات با همونو بیخی باب است، جای بسیار کم میگیره به تعداد کم. شما 24 تخته سولار 550 وات بسته میکنین یا 24 تا از همین 12 تخته که بسته بکنین کار امر میکنه، ولی جای بسیار کم میگیره. جای کم میگیره. یک فایده دیگه هم داره از حساب پنل. شما پنل جور میکنین، چیز پنل گفتم ببخشید، فریم چوکات فلیز جور فریم جور میکنین. اما فریم همی از لحاظ اقتصادی ارزان تمام میشه ولی جای کم میگیره. گارانتی هم فوق العاده است. یعنی وارنتی تا 25 سال است. 10 سال هم ما گارانتی میدیم. در داخل بیتریا و بعضی چیزا هستن چی خلاص که اونا رو بتاش. بسیار گپنیک است. بیتری لیتیوم زیاد مهربان شما بفرمایید. شما بفرمایید. ببین دوستان عزیز که اینجا شما وسایل سولار رو میبینین. ما خود دقیقا نمیدانیم که چی است. چی خواست که خود جناب قاری صاحب برای شما به معرفی بگیرن. این چی است قاری صاحب و اینا چی است و اینا چی است دیگه مسلک شماست. خوب است یک چیزی دیگر ما برای شما به معرفی بگیرم که در مزار ما داریم. آوردیم مزار شریف در زون شمال. بیتری لیتیوم خود تقریبا مردم آگاه شدن، در تقریبا آگاهی دارن. ما این پاور استیشن یعنی پاور استیشن داریم. ما فعلا بسیار کم مردم داره. اینمی که هسته با اجازه گلتون تازه آوردیم به ما برند خود ما در مرادی سولار سیستم نمبر 1. اینا از 300 وات الی تا 1500 وات داره. در حساب پرچه برق 300 تا 1500 وات داره. اینمی یک چیزی بسیار خوب است. بسیار اموسایکل و ایمیچ بالا داره. بیتریش هم لیتیوم هسته. حداقل 10 سال کار میکنه. 10 سال 100% 10 سال. ما در مشتری 5 سال خود ما وارنتی و گارانتی میتیم که 10 سال خودش کار میکنه. 10 سال 100% کار میکنه. این یک چیز نو هست. یک چیز نو هست. این یک فامیلی که یک دانه کولر یا یخچال یا تلویزیون این چیزا در اطراف هست یا داخل شهر زندگی میکنن، یک دانه 500 واتش کافی است. برای اون کسایی که داخل شهر میشنه 1 ساعت 2 ساعت میشه واقعا بسیار پرچه برق است نه. یک نفر یک دانه از می داشته باشه، اتومات در برق زده میشه، اتومات از برق چارج میگیره. زمانی که برق رفت اتومات برق به خانهش میآید. همین کل کار اینا میکنه. همین پاور استیشن میکنه، برق ایسی و دیسی. من میخواستم که در این موضوع سوال بکنم. خوشبختانه شما خودتان اطلاعات را کردین به خاطر برق ایسی و دیسی می داشته باشه. باز هم در برق سولار چارج میشه، هم در برق شهری چارج میشه. هم شما میتونین یگان سفرام که داشته باشین در داخل موتور از طریق موتور هم چارج میشه. بسیار گزینه‌های خوب داره. بله. دیگه ما اومدیم روی موضوع بیتری. خوش بیتری. این بیتری لیتیوم است. بهترین بیتری است که ما را برای مشتری‌ها توصیف میکنم. کمپانی سوها سولار است.
تقریبا این به سبک اروپا است. شما میتونید در تصویر هم دوستا مشاهده بکنن. شما به تصویر بکشین. از مو کمپانی 10 سال وارنتی است. 6000 سایکل واقعی است. این از مو 5 کیلووات تا 17.5 کیلووات ما را داریم. 5 کیلووات تا 17.5 کیلووات. اما تا 16.5 کیلووات در بازار موجود است، ولی ما 17.5 کیلووات شد داریم. ولی بطریایی که در بازار هست برای مشتریای را میگم که ایرا ما بسیار جایا بسته کردیم. کسایی که انشالله فعلا هم وایرال شده، فعلا هم بازار انشالله گرفته، کلی از می آگاه است که بهترین بطری است. این به سبک اروپا است. ما امیر در چین هم رفتیم خریداری کردیم. باور به خدا بکنین که اگر به نام افغان خریدیم، چین تقریبا قرارداد ما را فسخ میکردم. کمپانی که خریدیم گفت افغان این را خریداری نمیکنه چون یک جنس برند است، این به سبک اروپا است، طرف اروپا میره. باز ما پس گشته رفته این را به نام ازبکستان و تاجیکستان خود زده رفتیم دوباره قرارداد کردیم، این میره خریداری کردیم. این پیش ما ان شاء الله همیشه هست. همیشه هست. قاری صاحب گرامی، از اون سولارای 950 که شما نشان دادین، یک نفر اگر زمین بطری بخره از اون تخته چند تا مثلا یک دونه 10 کیلووات از این بطری اگه بگیره 6 تخته از اون سولار بگیره میره چارج کده میتونه فوق العاده. اگر بخوای 8 تا بگیره خیلی خوب، اگر بخوای 10 تا بگیره اونا فکر کنین اگر 3 4 دو فامیل هم یک جای زندگی بکنه بسیار فوق العاده است. ولی این ما بسیار پیشنهاد برای کسایی که تانگای تیل داره، تانگ تیل داره، کسایی که بلاک نشین است، کسایی که فلزکاری داره، کسایی که ماشینای تقریبا نجاری و فلزکاری گپا داره، برای بسیار باب است، بسیار فوق العاده جنس است. یک چیز دیگه هم برای شما بگم، اینا بطری است مرادی سولار سیستم نمبر 1 ایرا برند خودی ما است. 5 کیلووات است. ما بطریایی که لیتیوم جور کردیم یعنی متفاوت تر از بازار جور کردیم. مثلا بازار لیتیوم 5 کیلووات است 47، اینا 49 کیلو وزن است. ما ایرا 53 کیلو جور کردیم. بالاتر از این دیگه هم لیتیوم جور کردیم که این هست. در کجا جور کردین قاری صاحب؟ در چین. بیرون فرمایش دادن. بله بله صاحب. ولی نگه که در افغانستان خود قاری صاحب جور کردن اینا رو چی میاد؟ این هست بطری 5 کیلووات ما با وزن 78 کیلو جور کردیم. با وزن 78 کیلو. شما حساب کنید یک دانه بطری لیتیوم 5 کیلووات است 53 50 کیلو. ما جور کردیم 78 کیلو. خوبیش باشه قاری صاحب؟ خوبیش هر چی که وزن بالا باشه چارج زیادتر نگاه میکنه، ضایعاتش کمتر است. اگر ما برای شما بگم یک پلاستیک هم اگر همشهریان ما برو بخواد بخره پس ضایعاتش بفروشه، به طول میخره، به طول میفروشه. اگر بعد از ختم کارم که به طول هم بفروشه فکر کنین 5000 افغانی بالاتر میفروشه. این مثلا امی کونه بطری هم برای ما شما معلوم است ضایعاتش کیلوگرم سودا میشه. باز لیتیوم 3 برابر او اما وزنش هم مدت طولش هم سودا میشه. این چیز است. یک چیز دیگه هم اگر اجازه است بفرمایید چیز نکنیم به خاطری که بسیار کسا است بسیار اقتصادش کمتر است، به بذات است، میخواد به یک دانه بطری یک دانه یخچال سولاری استفاده بکنه، یک دانه تلویزیون از اول شب تا صبح هم بخواد استفاده بکنه. زمستانا که است بیکار میباشه ساعتش دیر شده، یا یک کامپیوتر دسکتاپ لپتاپ چیزا استفاده بکنه. اما تو یک بطری هم ماجور کرده آوردیم بسیار معتبر بطری، یکی بطریای تایلندی بود و بطریای وطنی بود، بعضی بطریای دیگه بود. یک سال یا 2 سال بیشتر کار نمیکرد. ما بطری جور کردیم که ان شاء الله 100% 6 تا 7 سال کار بکنه. و ژیلی هست. اینا میرم اگر دوست ما شما به تصویر بکشن. شما فقط اشاره بکنین قاری صاحب که اونا خودشون به تصویر میکشن. بسیار گپ نیک است. این بطری است 100 امپیر. اجازه است من بگیرم خواهش میکنم. بسیار نام خدا چه قواز نیازی زیاد است موضوع باشین. پیش بیام کاره. این باتری که است 100 امپیر است. شما همین خردترش بالا کردین خوب کردین که خردش بالا کردین. اگر این 150 200 شو برمی داشتین والا بازار نمی داشتم قاری صاحب. این 100 امپیر است. برند خود ما مرادی سولار سیستم نمبر 1 تاریخ بسیار جدید تقریبا 8 ماه پیش تولید شده. ما آوردیم میره. از اینکه همشهریان ما شما وطندارا مشتری‌ها هر چی که بخواین همیشه پیش ما موجود میباشه. همیشه داومدار. نه که خلاص شد یک سال کار را بکنیم بعد ما را رد شیلا بکنیم میگم نه. یعنی 100 امپری از 25 کیلو وزن داره. 25 کیلو. به اندازه یک دانه بطری 100 امپری تایلندی یا وطنی یا ایرانی یا ترکی 100 امپر 18 آخرین وزنش از 18 کیلو. 18 کیلو. چون بطری که از سرب است. هر چی که وزنی بالا باشه، پلیتش بالاتر باشه، کار بیشتر میکنه. این ژیلی است. این 100 امپرش است. به یک دانه تلویزیون امروز یک داتا گروپ به یک فامیل فوق العاده کار میکنه. ولی عمرش هم دراز است. من اطمینان میتونم ان شاء الله از این بطری بخرن به جایی که 10 سال یک کلانش هم مثلا تا این 150 امپرش است، این 200 امپرش است. تا 200 است. تا 200 امپر هست. بازی شاید دوچند از این کار بکنه. 100%.
دو چنده از ما کار میکنه. این که یک موضوع دیگر از قاری صاحب محترم بیان که طرف اینا رو به تصویر بکشیم بعد از او خداحافظی میکنیم. قربان شما. اینا چی هستن؟ میشه در رابطه به اینا جزئیات اینا واتر پمپ های سولری دیسی و ایسی هستن. اینا واتر پمپ های 4 اینچ هستن. یک کسایی که زراعتکار هستن، دهقانکار هستن، حداقل 20 الی 30 جریب زمین می داشته باشه، بخت کاری دارن و گندم و گپا. بله. این از اینا استفاده میشه. راستی هم باز روی موضوع سولر بریم. اینا یگان دیاقین ما شما دنبال یک جای کم و دنبال چیزی بهتر میگردن. بله. امید واتر پمپی که 18 الی 20 تخت سولر کار میکرد فعلا به 10 تخت سولر کار میکنه. اما 10 تخت سولر منظورتون از جایی است؟ یعنی کسی که میخرید مثلا فکر کن هزینه میکرد 2 لک افغانی، اول هزینه میکنه 1.5 لک افغانی. در 50,000 افغانی هزینه کمتر ولی آب بیشتر، قدرت بیشتر ولی گارانتی و ضمانت بیشتر. اینی واتر پمپ ها باز هر کدامش کاتگوری داره. نسبت به پاکا و کیلووات به اندازه چا داده میشن. راستی یک چیز دیگر هم ما برای شما بگم، ما تو یک واتر پمپ ها یک پروژه‌ای هم که میاد پیش ما، پروژه‌ای که حداقل شما حساب کنین بسیار منطقه ما شما هست که آب بسیار دور است، آب شور است یا بسیار اطراف به دخر گلبرایتان به مرکب آب میبره. حتی یک فامیل یک مرکب یک دانه از اعضای خانواده فقط به خاطر آب آشامیدنی مصروف هستند. ولی من پیشنهاد میکنم 20 خانه قوم یا 10 خانه قوم یا 30 خانه قوم حداقل تا 200 خانه را ما تا 1000 فامیل تونستیم با یک دانه واتر پمپ با یک دانه سیستم تونستیم که آب برش مهیا بکنیم. امیر جمع شوند، جمع آوری بکنن، بالاخره بسیار حداقل همو پول جوی همو مرکبشون نمیشه. در سالانه این همون تو یک هزینه بکنن. مثلا اهالی یک مسجد مثلا بله خدا شما در هر جای در هر گوشه افغانستان هر جایی باشه، حتی تا هرات قندار هم باشه، ما ایرا برشان میگیم خدماتش از طریق ما رایگان است. برش انجینر تکنیکی داره میره برشان هم سروی میکنن جور کرده. انجینر هم گفتین در تو به انجینر هم یک سوال میکنیم باز خلاص از بعضی جاها ما رفتیم نامشون نمیگیریم که انجینرشان سولارا و کل جسمشان از دور توسط تلفن کنترل میکنه. از شما شده او در طریق وای فای میشه. هم یک برنامه را ما داریم، هیچ مشکل نداره. باز هر چیزی که در راجع سولر هم مشتری های همشهریان ما شما دیدن و شنیدن پیش ما ان شاء الله مهیا است. یک موضوع واتر پمپ های سولری خوردم برای شما توضیح اگر میشه، چون کسای بسیار کسا هست در اطراف زندگی میکنن با 2 تخت سولر میخواین آبی آشامیدنی یا یگان 500 متر یا 1000 متر زمینه حداقل آبیاری بکنن. این از واتر پمپ هاست، از برند خود ماست. خب اینا هستن. بله این از اینا از ما 400 و 600 وات الا گرفته تا 1800 وات ما را جور کردیم. فوق العاده میتونه تا چای 100 الی 120 متر ما در قیمت بسیار ارزان در پول بسیار کم بتونیم برای مشتریات دیگه خدمت بکنیم. خب قاری صاحب محترم، ما که شما رو میبینیم نماخدا خیلی پیشرفت کردین، زحمت کشیدین. برای ما بگید که امروز موفقیت شما در چی است؟ قربان شما سلامت باشین. موفقیت پرسان کردین. خورشید هم بدون خستگی هم روز میتابد. بله. موفقیت هم سهمی کسانی میباشه که همیشه تلاش و زحمت میکنه. طفل هم از طفولیت مرد میشود. خب مرد میسازد. همین خستگی ها چیز همین زحمات و سختی ها مرد میسازد. بله. همین تلاش است. همین تلاشه که واقعا شما در ابتدای برنامه گفتین ما از ما انگیزه گرفتیم. بله آفرین. همین تلاش بیشتر، زحمات بیشتر، نتیجه بهتر. همین راز موفقیت است. قاری صاحب نماخدا خوب شیرین صحبت میکنه و دلم است که امروز نا شاگرد شوم و بخیر من مثل از نواره موفق شوم. بخیر شما افتخارم هستین. با عزت باشین. خوشحال شدم که ما را پذیرفتین. تشکر قربانتان. ان شاء الله مشتری که با دیدن ویدیو برای شما میاد دیگه من مطمئن هستم بدون از اینکه ما بگم شما حتما همراهشان تخفیف قائل میشین. ولی من یک بار دیگه هم تاکید میکنم که حتما همراهی اعضای ما که خصوصا کسایی که از این سمت شمال میه ان شاء الله ایشون نمایشگاه زون شمال گفتیم ما باید مسئولیت خود باید ادا بکنن ان شاء الله 100% ان شاء الله 100%. ما این نمیتونم یک مجدگان دیگه دوباره برای مشتریان میگم. بفرمایید. امی هر اون مشتری که از هر جای افغانستان از هر جای میه، از هر ولایتی که میه، بازارشون رو بگردن، نرخشون رو بگیرن. از کسی که 1 لک افغانی رو خریداری میکنه
پیش برادرتان 5000 افغانی تخفیف داره. 5000 افغانی شما اگر در جستجوی خرید سولر در سمت شمال خصوصا در مزار شریف هستین، اگر میخواین که 5000 افغانی تخفیف نسبت به دیگه سولر فروشی ها بگیرین، پس به مرادی سولر سیستم در مزار شریف مراجعه بکنین. آدرستان؟ یک چیز دیگر هم بگم بعد آدرس بر شما میگم. 5000 گفتین، یگان سوال در یگان ذهن یگان مشتری نمونه. ما گفتم 1 لک افغانی را 5000 تخفیف نه، 5% بالعموم. کسی که 1000 افغانی میخرم 5% تخفیف، اوه بخدا فایده 5000 هم میخره، 10000 هم میخره، لگ هم میخره، 10 لگ هم میخره. یعنی به شامل همین تخفیف کلی میتونه باشه. آدرس ما مزار شریف دروازه بلخ، مقابل بلخ مارکت، درزاب مارکت، منزل 2، مرادی سولار سیستم نمبر 1. بسیار زیاد تشکر. قربانتان. سلامت. خوشحال شدم. زنده باشین. باشین. بخیر. شما رضایت قربانتان. تشکر. خوشحال شدم.